چرا باید از سازه LSF استفاده نمود؟ یکی از سازه هایی که در ساختمانسازی از آن استفاده می شود سازه LSF نام دارد. این سازه در واقع مخفف سازه فولادی سبک LSF است که طرحهای نوین ساخت و ساز به حساب می آید و البته در ساختمان‌هایی به کار می روند که طبقات محدودی دارند. سازه LSF از ورقه‌های نازک فولادی نورد شده تشکیل شده است که همین موضوع باعث می شود پایداری ساختمان بیشتر شود. سازه LSF کمک می کند تا شما بتوانید به بهترین شکل ممکن طرح ساختمانی خود را با کیفیت بالا و کمترین زمان ممکن اجرا نمایید. آیا سازه LSF مناسب است؟ متاسفانه هنوز مزایای استفاده از سازه LSF در ساختمانسازی برای اغلب مردم پنهان است و زمانی که پیشنهاد استفاده از این سازه به آنها داده می شود مردد می شوند. اما ما در این مقاله برای شما توضیح خواهیم داد که چرا باید از سازه LSF برای ساختمان ها استفاده کنید. هرچه سازه مورد استفاده یک نواختر بوده و همچنین توسط افراد متخصص اجرا شود، مسلماً کیفیت ساختمان شما بالاتر بوده و ایمنی بیشتری دارد. با توجه به اینکه سازه های LSF با سیستم های مجهز برش خورده و توسط تکنسین ها اجرا می شود، لذا هم از نظر کیفی و هم از نظر ایمنی بهتر از سازه های قدیمی است. سازه های LSF سرعت کار را بالا میبرند. در واقع این سازه ها کمک می کنند که شما بتوانید سرمایه خود را در کمترین زمان ممکن به مرحله بهره برداری برسانید. جالب است بدانید سازه های LSF بیشتر از سازه های سنتی در برابر زلزله مقاومت دارند. به همین دلیلی که گفته شده این سازه ها می توانند ایمنی ساختمان را بیشتر کنند. زیرا سازه LSF در عین مقاومت بالا بسیار سبک هستند. در نتیجه امواج زلزله را کمتر به خود جذب کرده و ساختمان دچار کمترین لرزش خواهد شد. از طرف دیگر اتصالاتی که در سازه LSF وجود دارد ساده و با کیفیت بالا هستند و همچنین مسئله نیز مقاومت سازه را در برابر زلزله بیشتر می کند. مسئله‌ای که امروز بسیار با آن درگیر هستیم مصرف انرژی است. متاسفانه انرژی‌های گرمایشی و سرمایشی تجدید ناپذیر بوده و باید میزان مصرف را به حداقل ممکن برسانید. اولین و مهمترین راهکار برای این منظور عایق‌بندی ساختمان است. سازه‌های LSF برخلاف سازه‌های سنتی عایق بسیار خوبی هستند. در نتیجه در صورتی که در دیوارها استفاده شوند کمترین میزان انرژی از ساختمان به بیرون نشت کرده و مصرف انرژی به حداقل ممکن خواهد رسید. سازه‌های LSF گالوانیزه هستند و در نتیجه در برابر شرایط محیطی من جمله رطوبت بالا بسیار مقاوم بوده و دچار خوردگی نمی‌شوند. لذا توصیه می‌شود که در مناطق مرطوب کشور همانند شمال، اهواز و غیره به منظور افزایش عمر ساختمان و جلوگیری از تخریب سازه‌ها از سازه LSF در تمامی قسمت‌های ساختمان استفاده شود.